سلام، خوش اومدید به یه آموزش دیگه از کانال رویال کیک. امروز میخوایم با هم دیگه سس کاراملی درست کنیم. سس کاراملی یکی از پرکاربردترین سس هاست که برای تزیین، تاپینگ و فیلینگ انواع کیک ها و همچنین برای تزیین بیسکویت ها، دسرها و بستنی ها ازش استفاده میشه. برای درست کردن این مدل سس فقط نیاز داریم به 3 ماده اولیه: شکر، خامه و کره. و همچنین نیاز داریم به یه تابه‌ای که بتونیم شکر رو توش پخش کنیم. من چون دیواره داخلی تابه هم رنگشون تیره بود، از یه دیگ استفاده میکنم که دیواره و کفش سفیده، چون میخوام تغییرات رنگ شکر رو بعد از ذوب شدن بهتون دقیق نشون بدم که بدونید باید دقیقاً چه رنگی بشه که بعد بقیه مواد رو بهش اضافه کنید. خب برای شروع دیگ رو روی اجاق قرار میدیم یا تابه رو. نکته دیگه هم که باید بهش توجه کنید اینه که دقیقاً کف تابه یا دیگ روی شعله قرار بگیره. اینجوری نباشه که فقط مرکز دیگ یا تابه‌تون حرارت ببینه. شعله رو طوری انتخاب کنید که یک دست به تمام قسمت‌های ظرفتون حرارت برسه. خب بعد از این مرحله حالا شکر رو توی دیگ یا تابه به این حالت پخش میکنیم. به طور یک نواخت شکر رو توی ظرف میپاشیم تا یه لایه یک اندازه کل شکر تو کف ظرف پخش بشه. حرارت رو روشن میکنیم. حرارت رو ملایم میکنیم، متوسط رو به کم. صبر میکنیم تا شکر از اطراف یا جایی که این مقدار قطر کمتری داره تو کف ظرف شروع کنه به ذوب شدن. به هیچ عنوان از هیچ ابزاری برای هم زدن شکر استفاده نمی کنیم. حالا من حرارت رو کم میکنم، تو این فاصله حواسم بهش هست و خامه و کره رو هم توی یه ظرف دیگه میریزم به طور جداگونه و ذوبش رو میکنم، میارم آماده میکنم برای اضافه کردن به شکر ذوب شدمون. خب همونطور که میبینید شکر شروع کرده به ذوب شدن. حالا اجازه داریم که یه تکون به ظرفمون بدیم به این شکل که جاهایی که شکر ذوب شده شکرهای ذوب نشده بره و یه دست ذوب بشه. هر بار که احساس کردیم که شکر داره ذوب میشه اجازه داریم یه مقدار کم تابه رو به این شکل تکون بدیم تا شکرهایی که ذوب نشده بره و با بقیه مواد شکر ذوب شده ترکیب بشه و یه دست ذوب بشه. خب بعد از اینکه دیگه شکر کامل ذوب شد و به این رنگ در اومد و مطمئن شدید که کامل دونای شکر ذوب شده، بهش بقیه مواد رو اضافه میکنیم. کره که از قبل باید حتما گرمش کرده باشیم، ذوب شده باشه، بهش اضافه میکنیم و سریع شروع میکنیم به هم زدن. مواظب باشید چون وقتی یه ماده دیگه‌ای به شکر ذوب شده اضافه میشه میپاشه به اطراف. سریع شروع میکنیم به هم زدن. اگه کره کامل به خورده موادتون نرفت هیچ اشکالی نداره، خامه رو که اضافه کنید درست میشه. خب بعد از اینکه کره رو اضافه کردیم حالا خامه‌ای که از قبل گرمش کردیم به موادمون اضافه میکنیم. باز هم مواظب باشید چون میپاشه به اطراف. شروع میکنیم خیلی سریع هم میزنیم. خب الان دیگه کاراملمون تقریبا آماده است. اگه احساس کردید گلوله‌های شکر توش وجود داره دلیلش سریع هم نزدنه یا سرد بودن خامتونه. باید حتما خامه داغ باشه، موادتون هم خیلی سریع هم بزنید. میتونید از یه صافی ردش کنید که کامل یک دست بشه. الان کاراملمون آماده است. این رنگشه، این غلظتشه.
همونطور که میبینید کرم کامل با بقیه مواد ترکیب شده.